ولی که من درود میگم خدمت همین دوستان، خیلی مخلصیم، خیلی ارادتمندیم. خوشحالم که با این دوشنبه شروع در جمع دوستان میشه یه چند دقیقه‌ای باشه یادگار در از رو بزرگی که من امشب میخوام بیشتر از جلال الممالک ایرج مشروط به ایرج میرزا بخونم براتون در باب موضوع حجاب. شاید تنها شخصیتی یا تنها اندیشمند یا شاعری که خیلی مستقیم به موضوع حجاب پرداخته و بدون هیچ واسطه‌ای به این موضوع خیلی با حساسیت و با درایت در موردش نگاه کرده ایرج میرزاست. دو تا شعر مشهور راجع به حجاب داره، یکی اسمش شعر حجابه، یه شعر دیگه داره که اسمش انتقاد از حجاب داره. شعر حجاب رو نمیشه در واقع در میان جمع، چون دارای کلمات رکیک هست و یه موضوع خیلی حالا در بین کسانی که اهل شعر و ادب هستن این شعر خیلی معروف است. ماجرای این شعری که در مورد حجاب هست، اسم شعر دقیقاً حجابه. میگه که من یه روز دم در خونه ایستاده بودم و یه خانمی اومد رد شد از اونجا و بعد این چون موقع موضوع حجاب و رو نقاب و روبنده خیلی سر دور بوده و قبل از اینکه اصلا کشف حجاب بشه مستقیما ایرج به این موضوع پرداخته. این بوده که این خانوما مثلا میگفتن کسی که حجاب نداره ممکنه مثلا زن ناپاکی هم باشه و بعد ایرج میاد به این داستان با بیان این داستان در واقع این موضوع رو داره میخواد از بین ببره. میگه که اینجوری شروع میشه، میگه بیا گویم برایت داستانی که تا تأثیر چادر را بدانی. در ایام ایستاده بودم دم کریات ایستاده بودم، زنی رد شد از آنجا با خش و فش، مرا ارق النساء آمد به جنبش. به زیر پیچه دیدم قبقبش را، کمی از چانه قدری از لبش را، چنان که از گوشه ابر سیه فام کند یک قطعه از مه عرض اندام. خلاصه میگه رفتم گفتم که بیا من یه پیغامی دارم برات و اینا. اومد داخل خونه، میکشونمش داخل خونه، به دستاویز آن پیغام واهی به داخل بردمش خواهی نخواهی. و بعد میگه که این خانم روبنده داشت و اینا، ولی من بهش گفتم بیا روبنده تو در بیار و این داستانا. این خیلی شاکی شد و گفت که نه چرا من بعد روسیمه بردارم، من برادر شوهر من آرزو داشت که رویم را ببیند شوم نگذاشت، حالا مثلا چطور بیام روسیمه بردارم و اینا. خلاصه خانم خیلی شاکی میشه. بعد دیگه من حرف از حجاب نزدم ولی آهسته بازویش فشردم، یواش دست دادم به بازوش، ولی دیدم به عکس آن ماهرخ جوانم بود که از رفتارم این بار بغرد همچو شیر ماده در غار. پرد بر روی منکوبم نماید، به زیر خیش بماند. و بعد میگه که ولی دیدم به عکس آن ماهرخسار، تحاشی میکند اما نه بسیار، تغییر میکند اما به گرمی، تشتت میکند اما به نرمی. خلاصه میگه که من این روبندش رو باز نکرد، ولی خب من اون کار قرار بود رو انجام دادم. بدو گفتم تو صورت را نکو گیر، که من صورت دهم کار خود از زیر. خلاصه و بعد این که دیگه خلاصه باشید میگه ولی این روبندش رو باز نکرد، اون کار رو انجام داد ولی روبندش رو باز نکرد، از روی صورتش با حجابش رو بر نداشت. ولی چون عصمت اندر چهرهش بود، از اول تا به آخر چهره نگشود. و بعد توضیح میده، میگه که این حجاب ربطی به پاک دامنی اینا نداره. اگه کسی حجاب داره ممکنه خیلی ناپاکتر از کسی باشه که بی حجابه. در واقع اینو برای رد کردن این موضوع بیان میکنه. و بعد خیلی ایراد داشته به اینشه، میگه سر و ته بسته چون در کوچه آیی، تو خانم جان نه بادم جان مایی. اون دقیقاً اینه یه گونیز سر تا پا مشکی میومدن داخل خیابون، عین یه بادمجون، فقط اون کله سبز روش نبوده. یعنی یه بادمجون میرفته 18 تا بادمجون میومدن در این حالت. و خلاصه این شعر رو در این، ولی شعری که الان من میخوام بخونم این شعرش اسمش انتقاد از حجاب است.
که یک مانیفست و یک مرامنامه است. در واقع خیلی شعر تمیزیه و خیلی حالا شاید خیلی شنیده نشده. میگه که نقاب دارد و دل را ز جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند. فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند. چون نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او، رود به باطن و تفسیر ناصواب کند. از او دلیل نباید سؤال کرد، که گرگ به هر دلیل که شد بره را مجاب کند. کس این معما پرسید و من ندانستم، هر آن که حل کند آن را به من ثواب کند. به غیر ملت ایران کدام جانور است که جفت خود را نادیده انتخاب کند؟ کجاست همت یک هیئتی ز پردگیان، که مردوار ز رخ پرده را جواب کند؟ نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است، کجاست دست حقیقت که فتح باب کند؟ بلی نقاب بود که این گروه مفتی را، به نصف مردم ما مالک الرقاب کند. مالک الرقاب یعنی صاحب اختیار. به زهد گربه شبیه است زهد حضرت شیخ، نه بلکه گربه تشبه به آن جناب کند. اگر ز آب کمی دست گربه تر گردد، بسی تکاند و بر خشکیش شتاب کند. به احتیاط ز خود دست تر بگیرد دور، چو شیخ شهر ز آلایش اجتناب کند. کسی که غافل از این جنس بود پندارد، که آب پنجه هر گربه را عذاب کند. ولی چو چشم حریصش فتد به ماهی حوض، ز سینه تا دم خود را درون آب کند. میگه ز من مترس که خانم تو را خطاب کنم، از او بترس که همشیره‌ات خطاب کند. به حیرتم ز چه اسرار هیپنوتیزم آموخت فقیه شهر به حیرتم ز که اسرار هیپنوتیزم آموخت فقیه شهر، که خلق را به خواب کند. زنان مکه همه بی نقاب میگردند، بگو بتازد و آن خانه را خراب کند. به دست کس نرسد قرص ماه در دل آب، اگرچه طالب آن جهد بی حساب کند. تو نیز پرده عصمت بپوش و رخ بفروز، بهل که شیخ دغا عوعو کلاب کند. به اعتدال از این پرده من رهایی نیست، مگر مساعدتی دست انقلاب کند. ز هم بدرد این ابرهای تیره شب، وثاق و کوچه پر از ماه و آفتاب کند.